دوستان عزیز، محترم نمایندگان دیاسپوراهای تاجیک و تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان در خارج کشور، جوانان گرامی، با شما خواجه‌زاده نظر نظری هستم، رهبر محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته در شهر کامسомольск نامور فدراسیای روسیه. مورد ذکر است که محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته در شهر کامسомольск نامور فدراسیای روسیه با دستگیری و راهنمایی و توجه به واسطه رهبریت کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2016 این جانب فعالیت میکند. با این حال در شهر کامسомольск نامور حدود 450 نفر اعضایان خود را دارد که همه اعضایان محفل عازم تحصیل بوده در المپیادا و کنفرانس های علمی، مسابقه های ورزشی، فستیوال و فرم های بین المللی، سبقت های ذهنی اشتراک نموده. همچنین همه ساله با دایره وسیع جوانان دانشجویان در شهر کامسомольск نامور چهاربینی های ملی و سیاسی امان از قبیل روز نوروز، روز زبان مادری، جشن استقلالیت دولتی، روز جوانان تاجیکستان، روز ارتش ملی، روز غلبه، روز وحدت ملی و دیگر چهاربینی های ملی و سیاسی امان را در سطح بلند در خارج کشور تجلیل می نماید. قید کردن به مورد است که در سال 2019 اعضایان محفل جوانان در شهر کامسомольск نامور در 3 لایحه اینوواسیونی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمونوی گردیدند. همچنین در این سال اسپیرانت فاکولته الکتروتکنیکی دانشگاه دولتی شهر کامسомольск لب امور فدراسیای روسیه اعضای فعال محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته محترم بهروز تبارов رساله نامزدی علمی خود را حمایت کردند که به صف عالمان جوان تاجیک باز یک عالم جوان علاوه گردید. همزمان در این سال چند تن از اعضایان فعال محفل رشته ماجسترانتی را با دیپلم سرخ ختم نمودند که با دانش‌های معاصر آموخته‌شان سهم خویش را در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان خواهند گذاشت. در رشته ورزشکاران اعضای محفل در شهر کامسомольск نامور سال روان 45 مدال به دست آوردند که 17 تای آنها جای یکم، 15 تای آنها جای دوم و 13 تای آنها را جای سوم تشکیل می‌دهد. در سمت ورزش از حساب اعضایان محفل دسته فوتبالبازان نور تأسیس داده شده است که همه ساله در مسابقه‌های شهری، فصلی و مسابقه‌های دوستانه بین المللی سزاوار جایهای نمونوی می‌گردند. همچنین از حساب اعضایان فعال محفل دسته ایجادکاران تأسیس داده شده است که در روزنامه حیات دانشجویی دانشگاه و رادیوی دوستی که در دانشگاه فعالیت می‌کند صحیفه مخصوصی روزنامه و روبریکه جداگانه را با معرفی محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته پیش می‌برند و تمام چهاربینی‌ها و واخوری‌های اعضایان محفل را در روزنامه و رادیو نشر و پخش می‌سازند. در ماه نوامبر و دکامبر 2 فستیوال بزرگ بین المللی، فستیوال بین المللی ما یک جاییم و فستیوال بین المللی جهان بی‌حدود در پیش ساده است که عین حال همه آمادگی‌های ما را برای اشتراک در دوره‌های ورزشی، فرهنگی، نمایش لباس‌های ملی و خوراک‌های ملی، نوشتن مقاله علمی، کنفرانس و دیگر دوره‌های فستیوال‌ها دیده ایستاده‌ایم. سپاس از دقتتان استادان و جوانان گرامی. روزگارتان به مراد، روزایتان شاد باد. Hamiša da se uče, naučna nasmi vlastom koji ispada od hana ono dođe. Sve da se kako je ja hoću